امروزها یکی از مشکلات اساسی سطح خدمت‌رسانی نقلیات جمعیتی به شمار می‌رود. ما امروز از ساکنان پایتخت پرسان می‌شیم که تا کدام اندازه از این سطح خدمت‌رسانی راضی هستند. ما را همراه باشید. از اتوبوس‌ها، از ترولبوس‌ها و از دیگر مثلا مارشروت‌هایی که امروز در دوشنبه شهر زیبا و نازنین ما خدمت می‌رسند. لیکن من همین قدر میخوام بگم که از همه رانندگان همین واسطه نقلیاتی که مسافرکشانه امروز در دوشنبه پای خدمت هستند، همین قدر خواهش دارم که پیوسته در جای مسافرکش مثلا در ایستگاه‌هایی که برای شما معین کردن از همون جاها آدم بگیرن، مثلا در همون جاها آدم‌ها را مثلا پایان کنن، چون در هر کجا که فورشون هم میستند. من پرویز اشرف هستم و فکر عقیده خود را آزاد میخوام بیان کردن در این باره. حتی در سیم پلاسه میستند، مثلا آدم میگیرن که آدم میفروشن. از همین لحاظ من فکر میکنم که قاعده و قانون شهرداری برای همه ما یک است و ما باید پیوسته به قانون و قاعده های شهرداری رعایت کنیم، چون که مهمانانی که از دیگر دولت مثلا به کشور زیبا و نازنین ما از جمله به دوشنبه شهر زیبای ما سفر میکنن و اینجا سیاحت میکنن، ما را به حقگزاری خواهند کرد. با فکر شما چی باید کرد که این مشکلی ها برطرف شود؟ از زمین رانندگان خواهش میکنم که در دوشنبه سیگنال نتیان. بسیار یک چیزی در قلانه است و همین خاطر میخوام بگم که مسافران باید به قاعده شهرداری و همچنین رانندگان نیز به همین چیزا اطاعت کنند. من فکر میکنم دوشنبه یک شهری بسیار خرد است و اگر ما اطاعت کنیم میتونیم که این شهر رو با تماما دیگر خیلی زیبا و گلگشفان نشان بدیم برای مردم. از نقلیات جمعیتی استفاده میبرید؟ من استفاده میبرم. زیادتر از کدام نمودش؟ زیادتر از تاکسی ها استفاده میبرم. از سطح خدمت‌رسانی تاکسی ها امروز راضی هستید؟ به همگان معلوم هست چقدر که ما مثلا تاکسی ها میشینیم در جای لازمه که ما باید برده رسانن همون چقدر که آدرس میگن یا که سری وقت برده نمیرسانن. کمبودی در چی کمبودی داری که از نویگاتورهایی که چقدر پیشرفته کرده از زمانه پیشرفت از نویگاتورها برآمدگی هستند. از همین چیزا که ندارن ما سری وقت رفته رسیده نمیتونیم در منزلمون. دیگر دعوت‌های خارجی که میرویم مثل که تاشکند یا که خیمسکه دیگر همین تاکسی ها دارن، نویگاتورشون هست، در کدام دقیقه ساعت مینوت همش نویسنده ماندگی است. کی میرسه وقت ساعت نگاه کردم کمبودی ما در همین قصد. چی باید کرد که این مشکلی ها برطرف شود؟ برای برطرف کردن شرکتی که همین چیزا ساخته شده است اداره کنه باید سری وقت همین چیزا رو اندیشیدنش در کار با شرکت تشکیل کردنش در کار از نویگاتورها استفاده همین چیزا سیستم را ساختنش در کار کارفرما با کارفرماندن در کار. من نمی میبینم. از نقلیات جمعیتی استفاده میبرید؟ بله. زیادتر از کدام نمودش؟ تاکسی. از سطح خدمت‌رسانی های تاکسی ها راضی هستید؟ بله راضی هستم. شما از نقلیات جمعیتی استفاده میبرید؟ بله میبرم. از سطح خدمت‌رسانی آنها راضی هستید؟ نه از همه راضی هستم، چون که امروز مثلا من خواستم از پلیتیخمون به خانموزه اویم یکیش گفت که من روی دور است من کجاوکه ندارم نمی بیایم، دیگرش گفت که دور است من رفته نمیتوانم، اما یکیش من کده گفت که مرامت نمیریم. با فکر شما چی باید کرد که این حالت برطرف شود؟ باید ما گفتی روسو نفر روسو زکان پسیبشون باشیم. مادامی که با ما باور کردن این نمود نقلیات دادن ما باید به همه مسافران یک رفتار کنیم. نگوتن در کار که دور است یا یگان بانه گفته این نادرست است. به فکر من رود اگر یگان آدم میمون در اینجا آمده خاص است که مثال بگیم زندگی کند یا ببیند مدنیت ما تاجیک‌ها، اگر همین خیلی راننده دچار شود این البته آبروی ما پس میشه. از این خاطر ما باید التماس میکردم که همه از روی قانون رفتار کنیم. از نقلیات جمعیتی استفاده میبرید؟ بله. از کدام نمودش؟ بیشتر از تاکسی نه که اتوبوس هم میشد. از سطح خدمت‌رسانی آنها راضی هستید؟ بیشتر если честно
такси теза ина ки ба фикрам автобус нахстар аст, барое ки бисёр такси чӣ хел бигӯм высокомерный таки меган мо иҷа намебарем бо ман мекунӣ дар ними раҳ меган ки мо намебарем исван эмос намерем безеб меғалтад бо як хелш одам мегиранд. ба фикри шумо чӣ бояд кард ки ин мушкилиҳо бартараф шавад? Ну ҳамун компанияҳои такси бояд контрол бикунанд бисёртар дар чӣ хел бигӯм клиентҳо бояд бисёртар таваҷҷӯҳ кард, бояд жалобы тудаси дар ранги Россия Яндекс мекунам так на приложение типа